إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبی بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران متدین، الله همه من شما را موفق کنه. امروز که باشد بحر شما از مختصر الوقایه فی شرح هدایه کتاب زکات و شما معلومات میدهیم. کتاب زکات این کتاب است در بیان مسئله و مسائل هایی که تعلق دارد به زکات. زکات یعنی در لغت به معنای تازه کردن مال، یعنی زکی گوته تزکیه یعنی تازه کردن مال، یعنی زکات معنی لغویش چیه؟ تازه کردن مال. یعنی یک انسان زکات که میدهه باقی مانده مالی که در دستش داره اون تازه میشه. یعنی چگونه که انسان یک ماه روزه میگیره، روزش به نقصان است، مثلا در حالت روزه به مردم جنجال مینه، یکم ناخوبی میکنه، روزش چی میشه؟ جزیر میشه. وقتی فطر روزه را که میته روزش آزاده و تازه به نزد الله میروه. همین انسان هم وقتی که مالش جمع میشه جزیر است، وقتی زکات را که میپردازه مالش چی میشه؟ تازه میشه، محفوظ میمونه. همون را میگه لا تجب الا علی حر مسلم مکلف مالک ملکن تامن لنصاب نام. یعنی میگه لا تجب واجب نمیشود زکات الا علی حر مگر واجب میشه بر آدم حر، یعنی همون حر باشد، آزاد باشد. یعنی سالهای پیش غلامای بدن مثلا خدمت میکردن در خانه های مردم، به همون گونه شخص ها زکات واجب نمیشود. یکم انسانی که در او زکات واجب میشه چی باشد؟ حر باشد، یعنی آزاد باشد، مسلمان با مسلمان باشد. بر آدم کافر زکات فرض نیست. مکلف با مکلف باشد، یعنی هم به بالغت رسیدگی باشد هم عاقل باشد. یعنی مکلف میگه که کودکی که به بالغت نرسیده است در او زکات فرض نیست. یا بگیم آدمی که دیوانه هست در آدم زکات فرض نیست، برای او مکلف نیستند. در انسانی که نماز در او مکلف نباشه، نماز هم در او روزه هم در او زکات هم در او مکلف نیست. یعنی در گردن کودک نماز فرض نیست، در آدم دیوانه نماز فرض نیست. همین زکات هم در آدم کودک و در آدم دیوانه فرض نیست. مالک ملکن تام باشد، با مالک ملک تام باشد. یعنی اگر بالفرض کردیم همون زکات $1000 باشد، همون $1000 ای خودش باشد. مثلا $500 ای خودش، $500 از دیگه آدم نباشد، همش از خودش باشد. لنصاب یعنی همون پول به نصاب رسیدگی باشد. و دیگر شرط زکات چیه؟ همون پول به نصاب یعنی همون $1000 رسیدگی باشد. نام یعنی نمو کند، نمو یعنی زیاد شود. همون پول به زکات رسیدگی باشد با زیاد شود. یعنی چه؟ و هو اما به ثمانیتی او سومی او نیت تجارتی مع حول. یعنی همون نمو چیه؟ یعنی گفتیم که زیاد شود. همون چه زیاد شود؟ و هو اما به ثمن یعنی همون زیاد شدن با پول باشه، یعنی پولش زیاد میشه، کم میشه با زیاد میشه. او سوم یا با چریدن، یعنی چاروادار داره که در چراگاه میبره میچرنه. او نیت تجارت یا نیت تجارت داره، یکم بیزنس داره. مع حول با همراه 1 سال، یعنی همون پول به زکات رسیدگی باشد، نمو کند، زیاد شود، با پول باشد یا با یکم چراندن چاروادارا باشد، با نیت تجارت باشد. مع حول با همراه 1 سال بگذرد، بعدا آدم در زکات چی میشه؟ واجب میگرده. فاضل عن حاجت اصلیتی، فاضلین عن حاجته اصلیتی، یعنی فاضل باشد از حاجت اصلی. یعنی حاجت اصلی چیه؟ یعنی همون انسانی که $1000 داره باید خونه و در داشته باشه، فرزنده و زن و کودکش در خوراکه داشته باشه، پشاکه داشته باشن. یعنی خونه و در پشاکه و خوراکه داشته باشن، حاجت اصلی میاد. و عن دین مطالب من عبده، با فاضل باشه از دین مطالب از عبد، یعنی از یگان کسم قرضدار نباشه.
بالفرض کردیم اگر در دستش $1000 باشه، لیکن آیا کسی که $500 قرض داره، در همین انسان اگر 1 سال هم بگذره زکات در او فرض نیست، به خاطر که او $500 قرض داره. یعنی همین زکات در کسی واجب میشه که همون پلای خودش باشه، 1 سال در همون پل در دستش تو بخوره، هیچ که قرضدار نباشه. عندن مطالعه. لیکن اینجا با یک نقطه دیگه هسته. یعنی بگیم که اگر زکات $10,000 باشه، زکات $1000 باشه، لیکن این انسان در دستش $10,000 داره، زکات الکی $10,000 واجب میشه. این انسان در دستش $10,000 داره، لیکن $1000 دیگه یک از قرض داره. در این انسان باید که از این $10,000 زکات میته، از این $1000 که در دستش این زکات میته، ایو $1000 که قرض داره او نمیته. یعنی هم $10,000 در دستش $1000 زکات میته، به خاطر که $1000 در دست یک از قرض داره. یعنی از یک از قرض داره باید که $1000 باید او آدم بته، لیکن $1000 که در دستش میمونه ای باید بته. فلا تجب علی مکاتبین، با این چنین واجب نمیشه. فلا تجب علی مکاتبین، این چنین میگه واجب نمیشه بر مکاتب، یعنی غلامی که کتابت کرده شده با او واجب نمیشه. مثلا چه بگیم، مثلا همون سالهای پیش غلامی بود که کار میکرد، همه مولاش چکا که کتابتش کرده که برای $500 به مرا کار که بیاد تو آزاد. همون رفته در جو کار میکنه، مقصد محنت میکنه، پول جمع میکنه برای آزاد کردن خودش، در همون انسان هم زکات واجب نمیشه. یعنی بگیم که $1000 یا $10,000 بیار تو آزاد، هم آدم الکی $1000 در دستش داره، بگوی پولش به زکات رسیده باید زکات بده، نه، او تاخچه آزاد نکنه در او زکات واجب نمیشه. ولا بعد الوصول ایام کان زمارا، با چنین واجب نمیشه و زکات بعد وصول ایام کان زمارا، اگر باشد پوشیده شده. یعنی یک سومیرت در یک جموندی، یک تیلاواری در یک جموندی که پوشیده شده، دیگه جوشا فراموش کردی دیگه جای، یعنی همون جوشا فراموش کردی، همین قد فکر میکنی که دیگه جو مونده دیود نمیزنن، جوشا فراموش کردی، همون از بین 3-4 سال گذشت، بعدا همون تنگا و همون تیلا تیفتی، همون سالای گذشتگیش زکات چه نمیتی. همون را میگه که واجب نمیشه زکات بعد وصول، یعنی پیدا کردن ایام کان زمارا، مثل پوشیده شده. زمار گفته مثل پوشیده شده، یعنی در جای موندی دیگه همون جا را از یادت بر آمد که دیگه جا مونده، همون در 3 سالی که سالا گذشت در همون زکات نمیتی. که مفقودی، این مثل مفقوده، همین پوشیده شده مثل مفقود، مثل گم شده. یعنی یا پلیتا یا تیلاوریو تا گم میکنی، یعنی گم شو میکنی، ای بین 2-3 سال میگذره که میویشو، ای بین 2-3 سال میگذره که بعدا میویشو، همون سالا گذشتگیشه در گردن زکات واجب نیسته. و مجهودی بلا حجتین، با این چنین واجب نمیشه زکات در مجهودی به حجت. یک انسان قرض دادنی میشه، در همون حالی که قرض میتی یگام شاهد با همراه خودت نمیگیری بری، یعنی یگام شاهد نمیبری که نگاه که من همون آدم قرض میتم، هم تا روز خودت میبری پلا میتیش، وقتی میره نازش که قرض بته میگه من پلا نگرفتم، پلی تر من نگرفتم، یگام شاهد نداری، یگام حجت نداری، تو یگام چی هم نکرده، در یگام جو یگام بگیم که ورق هم ننویسته، او امضا هم نمونده است، هیچ یگام حجت نداری، همو این کار کرد پلی گرفتگیشه. از بین 3-4 سال گذشته بعدا همو آدم پلا آورد دادد، همو سال گذشتگیشه زکات در گردن واجب نمیشه. یعنی این کار کرد به حجت، گفت یگام حجت نداری، مقصد تو یگام امضای او را نگرفتی وقتی قرض دادی، یا یگام شاهد نبردی، بعدا 2-3 سال بعد به یکی الله در دلش دخت اوور قرضی تر داد، همون سال گذشتگیشه زکات در گردن واجب نمیشه. و مأخوذ مصادرتین، یا مأخوذ مصادره، یا اینکه مأخوذ مصادره چیه؟ ای میگه تکلیفا قال البیهقی صادرتون، ای شکنجه کردن، اینا میگه
کسی را شکنجه کردن. اون در حاشیه‌اش نوشته است که کسی را شکنجه کردن. یعنی یک مقدار پول داری چیکار میکنین؟ همون را مصادره میکنن، یعنی شکنجه میکنن، ایزور به دستت میگیرن، پول شکنجت میکنن، تهمتت میکنن، همون پول ای دست به زورت میگیرن. یعنی مصادره گفته چی را میگن؟ یعنی به زور ای دستت میگیرن، بعدا خیلی داو میکنی برای اصوم حلال خطا برگردونیدن، یعنی پول خطا گرفتن. تو داو میکنی، مثلا چکن میکنی کلاپور بولو میدوی تا که سوم خطا بر بگردونی. از بین 3-4 سال میگذره که بعدا تو پول خطا از اون انسان ها میگیری، همون سالهای گذشتگیش زکات چه نمیتی، یعنی در گردنت واجب نیست. و شرط نیت وقت الاداء و العزل، و شرط کرده شده است از برای زکات نیت رو وقتی ادا او عزل یا وقتی جدا کردن. همین شرطه که وقتی که زکات عطا میکنی نیت شرطه، در زکات نیت شرطه. شرط نیت یعنی شرطه نیت زکات وقتی ادا کردن. همین خیلی که انسان با قلبش نیت میکنه که همین پلی زکات، همین مثلا نماز با دلش قصد میکنه، در همون زکات هم باید قصد کنی، نیت کنی که همین پلی چیه؟ زکات وقتی ادا کردن او عزل یا وقتی همون پلا را جدا کردن. مثلا اسلام یک شعاری داره که صدقه بگیم که این صدقه میکنی، کسی کمک میکنی، ایرا از آشکارا دادن دا پنهانی بتی خوبه، ثوابش زیاده. لیکن زکات از پنهانی دادن دا باید آشکار بتی، به خاطر که این شعار اسلامه، باید آشکار دا دست هم برادر بری بتی، بگوی که همین پلی زکاته. اگر انسانی که امتا نیت نکرد، نمیدونست که در زکات نیت شرطه، امتا یا پلی بور داد، یا کسا گفتی پلی زکات دادی، او انسان گفت زکاتی چی؟ من اگه جا میدونم من تا صدقه کردم، او زکات دادگیش درست نمیشه. باید که با دلش قصد کنه، نیت کنه که من پلی زکات دادم. با افضل بهتره که وقتی هم آدم میته بگیم پلی زکاته، با خاطر شعار اسلامه. اگر چند مردم هم بینن او عزل یا وقتی جدا کردن یا وقتی هم پلاش جدا میکنه $1000 $25 میفروره، سینی پیسرش میگه که بچم اینی پلی زکاته، یا سینی همسرش میگه که اینی پلی زکاته. بعدا اونها همو آدمای کمبغل هم میبرن میتن درست میشه، یعنی وقتی جدا کردن هم بگه میشه. الا ان یتصدق بکلی، مگر شرط نیست نیت اگر صدقه کند کلش رو. یعنی همه $1000 دست داد، یک آدم کمبغل را نگاه کرد که هیچی نداره، نان خورده نداره، همه $1000 برد دستش که داد، دیگه دیجا نیت در گردن شرط نیست، به خاطر که علاقه همه را که صدقه کرده است، همو زکات همش صدقه کرده است، اینجا نیت در گردن شرط نیست، به خاطر که همش صدقه کرده. و یجب فی کل 5 من الابل شاتون. اکنون شروع میکنیم در زکات شتر. در کل 5 من الابل، در 5 شتر، کل 5 من الابل شاتون، یعنی در 5 شتر یک گوسفند باید که زکات بده. ثم فی 25 بنت مخاص، یعنی در هر یک 5 تا یک گوسفند میته، در 10 تا 2 گوسفند میته، در 15 تا 3 گوسفند میته، در 20 تا 4 گوسفند میته. 25 شتر کشید 5 گوسفند میته و یا بنت مخاص میته. بنت مخاص شتری که یک ساله را بود که است 2 ساله میدرویه. در 25 شتر یک شتر 1 ساله میته. و فی 36 بنتان لبونی، وقتی که در همین 25 تا که یک شتری 1 ساله داد، 30 تا کشید دیگه هیچی نمیته، در این مبینه هیچی نمیته. 35 تا هم شد هیچی نمیته. همین 36 تا کشید یا بنت لبون میته. بنت لبون شتری که در بود کرده است به 3 قدم میزنه. و فی 46 حقتون، لیکن در 46 وقتی در 36 تا یک شتری 2 ساله که داد، 40 تا کشیدی چی نمیته، 45 تا هم کشیدی چی نمیته، همین 46 تا شتر کشید یا چی میته، یا حقه میته. حقه شتری که 3 را بود کرده است در 4 قدم میزنه.
شتری که 3 را بود کرده است در 4 قدم میزنم. در 46 تا و فی 61 جزعتون، اگه در 46 تا که داد 50 تا کشیدی چی نمیتا، 55 تا هم شدی چی نمیتا، 60 تا هم کشید هیچی نمیتا، همین 61 تا شید 61، همین 61 تا کشید یک جزعه میتا. جزعه چی را میگن؟ جزعه شتری که مثلا در او گفتیم 3 را بود کرد 4 را بود کرده است، یعنی جزعه شتری که 4 را بود کرده است در 5 قدم میزنه، یعنی شتری 4 ساله، یعنی شتری که 4 علاقه کوری هسته در دشت بیابان گشته میتونه، همین را شتری جزعه میگن. شتری که 4 ساله 4 را بود کرده است در 5 قدم میزنه. و فی 76 بنتون لبونی، و در 76 وقتی در 61 تا که یک جزعه یک شتری 4 ساله که داد، 65 تا شدی چی نمیتا، 70 تا هم شدی چی نمیتا، 75 تا هم شدی چی نمیتا، و همین 76 تا کشید یک چی میتا، بینتونی لبون 2 تا شتری 2 ساله میتا. 76 تا کشید بینتونی لبون یعنی 2 تا شتری 2 ساله میتا. و فی 91 حقتونی الی 120، وقتی که در 76 تا 2 شتری 2 ساله که داد، در 80 تا کشیدی چی نمیتا، 90 تا هم کشیدی چی نمیتا، همین 91 تا کشید و 91 همین 91 تا کشید حقتون میتا. حقتون شتری چی هستن؟ 2 تا شتری 3 ساله، حقتون 2 شتری 3 ساله میتا. الی 120 تا چند تا بگیم؟ الی 120 تا 120 تا. های همو بگیم 91 تا کی 91 تا کشید 91 تا کشید 2 تا شتری 3 ساله، اوکی 2 تا شتری 3 ساله که داد تا 120 تا چی نمیتا، تا 120 تا چی نمیتا. ثم فی کل 5 شوتون، بعد از اون همو 125 تا کشید با 5 تا زیوچی یک گوسفند میتا، یعنی با هر یا 5 یک گوسفند دادن میگیرن. 25 تا کشید یک گوسفند، 30 تا کشید 2 گوسفند. و فی 25 بنتون مخوزه، و در هر یک 15 یا بنت مخوز میتا، یعنی همین 25 تا کشید یک گوسفند میتا، 30 تا کشید 2 گوسفند، 35 تا کشید 3 گوسفند، 40 تا کشید 4 گوسفند، 45 تا کشید 5 گوسفند میتا، یا 145 تا کشید 5 گوسفند میتا یا بنت مخوز میتا. و فی 150 ثلاث حقاق، در همین 45 تا در 45 تا چی میداد؟ یا بنت مخوز میداد، در 45 تا یا بنت مخوز میداد. انا وقتی که همی با 5 تا دیگه زیاد چید، بعدی وقتی 145 تا کشید 4 گوسفند داد یا بنت مخوز داد، وقتی که 150 تا کشید 5 تا دیگه در بالای 45 5 دیگه که زیاد کشید ثلاثه حقاق میتا، 3 شتری حقاق گفتیم 3 شتری 3 ساله میتا، در او بالا گفتیم 2 تا میتا که اکنون 150 تا کشید 3 شتری 3 ساله میتا. ثم تستعنف کل اول، بعد از اون با استیناف میکند مثل اول، با مثل اول، یعنی 150 تا با 150 تا با سر میکنه، 55 شید یک گوسفند، 60 شید 2 گوسفند، 65 شید 3 گوسفند، 70 شید 4 گوسفند، 75 تا کشید 5 گوسفند میتا با یا بنت مخوص میتا، با 80 تا کشید چی میتا، 85 تا کشید میتا، 86 تا کشید با یا بنت لبون دیگه میتا، یعنی رنگ همو اول چکو میکنه حساب میکنه. همو را میگویا که ثم تستعنف کل اول فی زاده فی کل 46 46 در هر یک 46 الی 50 حقتون تا 50 یعنی تا 50 حقه، یعنی همو در 75 تا کشید یا بنت مخوز میتا، 86 تا کشید بنت لبون میتا،
ای 86 تا با تا 200 تا که رفت، بعدا با 4 تا با شتری 3 ساله میتهم تا حساکه میرود. اکا در وطنهای خودمو که شتر کی نیسته، این مسئله را او مردم اهمیت نمیتن، لیکن به هر حال بدونه انشالله که خوبه.